همین ما یک چند خطاگی کردیم در همین نماز. همین اول نمیفهمیدم. همین 4 رکعت فرضم یا مثلا عصر میگیریم. در دوم رکعت هم سوره میخوندم، سوم رکعت در سوره نمیخوندم، چهارم رکعت در سوره میخوندم. بعد فهمیدم که 2 رکعت میخونن، 2 رکعت دیگه نمیخونن. با همین را چی کنیم؟ یعنی در رکعت یکم و دوم سوره خواندن سنت است، لیکن اگر رفت و در رکعت سوم و چهارم هم قرائت کنید نماز باطل نیست، چون از پیامبر صلی الله علیه و سلم بعضی روایت ها آمده است که در رکعت سوم و چهارم قل هو الله احد خواندند و حضرت ابوبکر در رکعت سوم شام بعد سوره فاتحه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب یا آیت سوره آل عمران میخواندند در رکعت سوم. یعنی گاه ها در رکعت سوم چهارم قرائت کنید باکی نداره، اون از ویران کننده های نماز نیست. نه من پستانی میخوندم، بعد که فهمیدم در همین 4 فرض 2 رکعت میخونی، 2 رکعت دیگه اش دانید. در رکعت سوم و چهارم سوره فاتحه کفایه است.